سلام بچه‌ها. سلام بچه‌ها. امروز ماینکرافت داریم ولی هاردکور. بیا دیگه بچه‌ها، مپ هاردکور داریم. شما هر چیزی بگید داخل این انسان میشه. وای خدا، چرا تو دریا گیر کردم؟ اب نداره، یه مپ دیگه میسازم ولی هاردکور نیست. شما کنترل شما منو کنترل میکنید. اینا چه صداییه؟ بچه ها ساختم و این دفعه خدا رو شکر نبود. خب بچه ها، اگر شما این ویدیو رو لایک کنید که داخل دست من یه دونه دایمن نه یه دونه شمشیر دایمندی میاد. اگرم کامنت بذارین شمشیر کلنگ دایمندی میاد. خب بچه ها، یکی کامنت گذاشته که کلنگ دایمندی. بچه ها، کلنگ دایمندی داخل دست من. بچه ها ویدیو رو لایک کنین تا کلن آرمارای دایمندی بیاد داخل دست من. بچه ها، یه نفر ویدیو رو لایک کرد، یه دونه پورتال جلومون ظاهر شد. ویدیو رو لایک کرد، داخل کامنت ها گفت پورتال جلو بیاد. چه شانس خوبی هم داریم. حالا با یه پورتال میخواست چیکار کنم؟ مثلا داوا، کاش که یه سطحی داشتم داوا به درد بخوره. اینا رو بکنم. یا اول برم طلا. ترسیدم. نه من نمیرم. ترسیدم. فقط شدید بود. خیلی ترسیدم. نه لاغوس بود. همون یه دونه گلدن. بچه ها، یکی به مامنتا گفته وارد این جلوم اسپان شه. یا اول فز بچه ها، چرا این کار رو من میکنید؟ بچه ها نکنید. کاش که حداقل میگفتین ویدر بدتره. کاش که حداقل میگفتین ویدر اسکلتون. بچه چرا این همچین حرفی زدید؟ نمیگین دیگه. بچه ها، یه نفر ویدیو رو لایک کرد ولی چرا اثری نمیکنه؟ 2 تا لایک باید 2 نفر دیگه یه نفر دیگه لایک کنه تا اثر کنه. من اینجا رو وای چرا باید آتیش گرفتم؟ من آتیش ندارم. نشونه یکی دو تا فرق نیست. بعد از جلوش بریم. نشونه ویلیجه. یه نفر دیگه هم لایک نمیکنه تا من این ویلیج رو، اگه شاید ویلیج باشه، پیدا کنم. شما لایک کنین. اصلا تو کامنت ها بگین غذای چیزی بیاد داخل دستم. دارم میبینم از گوشت میگیم. برو بده من گوشت نمیدی.
تشنمه. برو 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 برو. گاف کک. گاف بمیر. آتیش. نمیر نزدیک من نیا. برو برو. گوشت بده. آی گوشت پخته شده میدی. به بریم. گوشت پخته شده میده بهمون. نه هنوز کسی لایک نکرد. با لایک کنید دیگه. خسته شدم. حداقل لایک کنید بچه ها. لایک کنید بادا. اصلا ببین وارده صداش داره از 2 کیلومتری میاد. بچه ها لایک کنید دیگه. بسه بچه ها. چون ممنون که لایک کردید. اوه وایس ببین آرمورای دائمی داخل. خب آقا هدف ما رسیدن به یه دونه آرموره. چی وای اسمش یادم بوده. امرال نه امرالی که نداریم. ندرایتی. فقط یه شمشیرشو بدیم به من. یا فقط یه دونه لباسی هرچی. الان هدف ما چیه؟ یه ویلیج پیدا کردن و یه چیز امرالدی. بس ببینم. من در شبم جور شده. واسه ببینم کی کامنت گذاشته که 12 تا چیه؟ الان ظاهر میشه 10 ثانیه دیگه. 12 تا چیه؟ 12 تا آیرون گولم جلوم ظاهر بشه داداش. ولی جت داره میاد دنباله. خداحافظ بچه ها. ویدیو هم تموم شد. شما لایک بچه ها. بالاخره کی گذاشت آرمور دایمندی؟ نه کلنگ ندرایتی. بچه ها بالاخره چی بود؟ کلنگ بودا یا تبر نمیدونم چی بود. ولی چرا شمشیر ظاهر اومد؟ حالا تا ویدیو